دیروز یکی از همکارا با من تماس گرفت در مورد امتحان دستیاری ازم سوال داشت. من براش توضیح دادم که خب چجوری بعد از 13 سال دوری از درس نشستم و خوندم و رشته‌ای که دوست داشتم و قبول شدم. براش توضیح دادم از منابع، چگونه درس خوندم، به هر حال تجربه‌ای که خودم داشتم و از دیگران کسب کرده بودم و بهش گفتم. اما در نهایت احساس کردم یک ناامیدی توی ذهن و توی حرف زدنش هست. 8 سال از من کوچیک‌تر بود، 5 سالم بود که به عنوان پزشک عمومی فعالیت میکرد. آخرش بدین چی به من گفت ولی دکتر جان خودمونیم دیگه، از من گذشته. میدونی بهش چی گفتم دکتر من یک عمه‌ای داشتم سال پیش فوت کرد. سریع بهم گفت دکتر خدا رحمتش کنه. گفتم آها، نکتهش همینه. شما برای عمه از دست رفته من، برای کسی که به قول معروف دستش از این دنیا کوتاهه، آرزوی رحمت میکنی. یعنی برای از دست رفتگان ما امید داریم که به مرتبه‌ای بالاتر برسن. ما برای اونها نمیگیم ازشون گذشته، هنوز بهشون امید داریم، از اینجا براشون رحمت میفرستیم. و چطور شما که از من جوانتری و شادابتری و سنی هم ازت نگذشته واقعا میگی از من گذشته؟ من که هیچ وقت در هیچ سنی نمیگم هیچ چیزی ازم گذشته. شما چطور؟